سلام، وقت همگی بخیر. دوستان زیادی سوال کردن که اگه بذر مای تقلبیه و به درد نخوره چرا شما بذر مای وارد میکنید؟ خواستم عرض کنم که ما حدودا 7-8 سال با شرکت مای که پاکتش سبزه ما کار میکردیم به دلایل زیادی. حالا یکیش اینه که در سالهای اخیر بذر درجه 3 تو پاکت ها میریختن، قطع ارتباط کردیم. نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی چیزی که مهمه اینه که شرکتی به نام اگروئیست که الان 2 سال داریم باش کار میکنیم، لاین 73 مای 81 رو از شرکت مای خریده. این 73 81 آپدیت شده 72 مای 80. این شرکت پاکتش زرد و نمیدونم سفید و سبزه. اونا کاملا سبز بودن، این پاکتش کاملا متفاوته. و عرض کنم خدمتتون غیر از این رقم 3-4 رقم دیگه هم دارن به نام AG 9977 ایستار هدین. فعلا این 4 رقم رو دارن، حالا غیر از بزرگ شیرینشون. به اضافه این که ما از شرکت بایر مونسانتو یا همون به نام دکالبه اونو وارد میکنیم، عرضم با حضورتون. و این کلا این مای هیچ ارتباطی به شرکت مایی که پاکتش سبزه نداره. ما با اون شرکت کار نمی کنیم و هیچ گونه مسئولیتی در قبال اون بذور نداریم. عزیزان زیادی تا خود الان تو همین نمایشگاه اخیر تشریف آوردن نمایشگاه و گله میکردن که آقا ما مای پاکت سبز خریدیم، اینجور بود و اونجور بود. گفتم آقا من 2 سال من اعلام کردم، حالا اگه شما متوجه نشده یا به گوشت نرسیده دیگه ما مقصر نیستیم. چندین بار اعلام کردم و خواستم توضیح بدم که این مای هیچ ارتباطی به مای پاکت سبز نداره، تولید شرکت اگروئیسته. اسمش هم عوض نکرده به دلیل اینه که تو هم وزارت کشاورزی ترکیه هم تو وزارت ما ثبت شده. حالا ما سعی میکنیم در آینده اینو رینیم یا اسمش عوض بکنیم انشالله اگه بشه. متشکرم.